آشپزای حرفه‌ای خیلی خوب میدونن که مرینه کردن گوشت چه اهمیتی داره و چقدر توی طعم و پخت و لذیذتر شدن گوشت میتونه تأثیر بذاره. مرینه کردن به زبون ساده یعنی مزه‌دار کردن گوشت قبل از اینکه بخوایم اون رو بپزیم که انواع مختلفی داره و انواع اونم بستگی به نوع گوشت یا سفتی و نرمی اون داره و اینم بگم تا حدود زیادی بین سرآشپزا سلیقه‌ایه. مثلا مرینت رون مرغ با سینه مرغ و یا مرینت راسته با ماهیچه توی گوشت قرمز خیلی با هم متفاوته. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که مرینت کردن یا مزه‌دار کردن گوشت یه تأثیر دیگه‌ای داره و اونم اینه که بوی زخم گوشت رو میگیره. در کل اگر میخوای از فرمول مرینت مرغ ما توی رستوران بین‌المللی 133 مطلع بشی، عدد 133 رو برام کامنت کن تا منم توی دایرکت بهت بگم که چی کار بکنی.